این برادرها یکی از سالدار علاقه جای خود گرفت. این حال ما قرار داریم در شهرهای سنجیتک خدا خواهد در نوبت خود این افسرها میرم. این برادرای عزیز این حال ما قرار داریم در کمیسیت حربی یوان. من علاقه شروع نر تیارن بازم همه چی نگاه کردم. مدرانی که فرزنداتون خدمت روی میکنید به تشویش روی کدان گیرید. این یانگی فایزگل که خدمت قرض در گردن هر یک مرد شرفمند اینه. اگه جامعه شیرینر شیرین بلو جماعت حسین خانی بلالدین فرزند خولمیرزا جیانی ما سعدیلو خان بچی محمدشو بچی ما سعدیلو خان بچی نی اکا این اکا خودش در شیرین بلو ما هم خدمت بسیار دارم. بهردین بوغالتر بوده تا بیایید میایم کمیسریت حربی را نظر میکنیم. برادر خیلی سال تو یعنی این مگان کمیسریت حربی ناحیه یوان. آکه با فرزند گسل کردم. با فرزند تسیون کو. سلام خیر. این سعادت نوبتی سروش جون. خدمت دکلی سگره. راست بگیم. هم در خط مرز رسید. ولی خدا خواهد بوی عبدالله توپلنگ. آمین. پروردگار همه عمران جان ما مثل دیگه بلالدین کیانوش دو دیگه درون داد. بلالدین کیانوش من از سالدت دبرمانی بچی برادر ما محسن جان همشون پروردگار صبح سلامت ما خدمت کنن. با چی میگن خیلی بسری بلند تو رنگ ما خدمت رنگ منمی علمین دا علی جان ما خدمت کنن بسری بلند با بیام با همخیل آغوش بگیریم با در تویاشون خدمت کنیم. در تویاشون اینا قدری سالدت صدلو پیش بیو. این مردک جگربند خطک عمران جان راو حمایت کن وطن رو که به وطن هرگز نیابید تو من رو همتون یک عبدالله بهترین او در امان خدا. سروش بلالدین عمران سروش بلالدین عمران گوش کنه. علاقه رکای خوشبخت بودی شما که این روز در صفی جوان مردا محافظه وطن قدم ماندن پروردگار خودش نگهبانتون باشه. علاقه رکای خوشبخت بودی ولی شما رو دیده کو با چندین جوانی دیگه شما رو پیروی میکنه. شما در راه درستی در راه درستی انشالله که عاقبتتون زوره. همین کدام راهی که درست کو بپرو قدم موندگی اینم که همیشه اینم در راه درستی حیات باشین. آمین. رنگ باش رنگ همه خیشتون باز ساخی رنگ باز شوین ایلوی آقا پهلوان محافظی وطن اینجا سعادتا بسیار داره. رنگ باز شوینه کم کم دروغونش نکنه. این رو تنها دوت بای مرگا با اینه بلی یاقوب جانم آخی یاقوب جانم عسکری رفته سه یاقوب جانم نگاه کنه این جوان مردا در همین دورانی خون در جوشی میخوان که برایان که این وطن محافظت کنن. وطن مادر البته محافظت کردن در کنه. دوستاری وطن ای گوشی ایمانه پیرمم هسته پیرمم دوامتیشونه همشون روی سفید دیگه اول خودت حجون دوامتی با همون نصیب از بولارونو هسته بچه های شیرین چشمه محسن جان تمامی کسی که خیلی موشی هست اینجا بچه های شیرین چشمه محسن جان وقتی سفید فرانده میسونه ایمان در دنیا و آخرت بیاوین و شما وارثای قهرمانای وطن پروردگار ما نصیب کنه که شما هم همه سربازان اما با او روی قهرمانای وطن برسه و پیرا و پیشوامون همیشه در دعای شما باشن. عاقبت بخیر سلامت باشین. مادری وطن پسرانت نمرده‌اند بیهوده غم مخور گلی عجایب نخوردن. باز یک بار دیگر سربازان را تبریک میگن تاجیکستان با پیش.
در وطن بوده بیاد وطن بی وطن است. سربازای عزیز مهربان، سربلندانه خدمت کنین. دعوی شما هستیم، همیشه برای شما صحنه‌های حقیقی، صحنه فیلم‌های تربیتی همیشه همراهی بابای میرگان، ظفر کلاتچی، گاهرلای و یا خانم دیگه داریم زهرا پیشکش شما میشه. شما خدمت کنین. رنگی انمی علی باس کو من تعلیم میگم علی باس رنگ همی خدمت کنین. سربلندانه که کاری کنه اکور سر میکنه برای بر اکور سر کنه. انا تکش تو نویرکای بابیش رنگی بابی تو خدمت کنیم. همون باز هم نویری خدمت. انا من هم در دورهای جنگی بزرگی وطنی بچه همینطور دیدم که فاشیستا اگه تیر نبود که دیگه به پرونه با حال ما خندیده شدن. ایسون رو میولر برآمد خیلی قهرم کردگی طرف خندیده است. автоматش نشون داده تو تیر نداری من تیر دارم گفته همین رفتم زدم نه زدن کردم میگه کاکر تک شکندم گرفتم. که میولر دیگه زور نزنه. ایک میرگان جان عدای پجالست موی کاکر گفتم نه تو فاشیستی گفتم چپسار اومدم نه پاموش گفته سای هر وقتی که بیچون نه پاموش میگه رحمان یک سنگ میزنش نه رحمان چوبه بیچون پاموش گفته سای با تو یک سنگ میزنی چه واه ایک پنه میگم خب یک سنگ زد با فهمیدم که رحمان ای پاموش کیمو بوده من کاکرتی که میولرم دادیم شی نه چرا دخنم برای همه رو یافتگیش ای خودش آج بابا نکه هر کاری یافتگیش ای خودش نکه بسیار باشه کم جوراش که تقسیم انا نویرکای بابیش سربازای عزیزی وطنمون این همه شما هستین که ما دیلی پر کتی تینجو آسوده میگردیم. دیدن شما چقدر بزرگه نه بچه بینی وقت جمهوری بزرگترین جمهوری پروردگار همیشه در صفی پیش جمهوری بلند بگو منو میشنم بیلال سروش امران. بیلال و سروش و امران رو میگی. بیلال جان سروش جان امران جان شما رو پروردگار نمیدونست نگهبان باشه خوشو خدمت کنید. این ای میشناختگیتون باسه رنگی باس خدمت کنید حیات دارین پشیمان نمیشوید. میدونین که خدمت خودتون برای وطن کردگی چقدر که باس خدمت ادا کرد سربلندانه ادا کرد. حالی هم کم میدانی گوشتینو میروی یعنی که شما در روز حتما پهلوان میشین. نگهبانتون پروردگار باشه همچون رستمی داستان خدمت کنید همچون رستمی داستان وطن محافظت کنید. شما وارثای همون رستمی داستانی تاجیکستان باپش یک چهره خوشبو دارن بیا اکه خط در کنال میبینیم علی باس الکا نویرای خوشراکی باباش این نویرای محسین جان و جان بری اکه دامتون که پروردگار هم واشونه در پشت برای خودش نگهبان باشه و این جوانمردا باشه جوانمردای اصیل برای وطن محافظت بچین امین پروردگار ایا رو محافظت کنه عمر درازی با برکت وقتی سفید بیان سرباز بلند نویرای خوشراکی باباش خوفت بردو این جوانمردای عزیز دیده در صفی امید این جوانمردا در صفی پیش مردا در پیش صفی پیش جوانمردا قدم می‌نهادن هم هاشون جیانوی باسن هم امران هم بیلال هم سروش هم امران هم سروش جوانمردایی هستن که میخوان سازی علمی اماکشون سازی تماشاشون اکشون باز خدمت کنن وطن بسری بلند محافظت کنن علمی آبروی باز هم بگیرن نه که ما باور دارم که یا این جوانمردا رو بید همشون پهلوانن ای باز هم نگذارن اگر شاگرد ای استاد نگذاره پیسر ای پدر نگذاره جمعیت پیش نمیره. این پهلوانا را دعا میکنیم که پروردگار آبروی محمدی امید درازی به برکت قوه شیرانه آبروی رستمانه عطا بکنه. ای وقت برکت دیوانسه ما محق شد ای کارس به خطشان بجی قودرین بجی قدر کن این نویرهای عزیزی ما رو دیده پهلوانا وایرم بجی نورسای عزیز نورسای عزیز شما پیروی انمی جوان مردا باشه ما باس هم بجید ما باس هم بجید باس میجی این پدرها خوشبخترین پدرها فرزنداشون تلفن مرا
Hacı Can. Telefonum koy. Şu benim İmran Can, Bilal Can Aziz ve همه جگربندای فرزندای مردم ناحیه یوبان که همین روز از زمین به اینکه ما از این کمیسیونت حربی به صف خدمت حربی با خدمت سفربر میشوند همه شما را رای سفید خداوند صبح سلامت خدمت کنید وطن حمایت کنید وطن مادر هر دیشگه همین وطن تو دوست داشت مادر تا مسئولی مادر تا دوست داشت وطن هم مسئولی برای چی فراموش دو مرام شو. مادرها برای برای خدمت کنید خدمت کنید در توتون خدمت نکنه با پیش علی باس بروخ تا خد داد یک کاو رنگ کی خدمت کنم با رنگ علی باش خدمت کنید این خدمت کرد اوه خدمت که دیگه نیست نه که کار کنه شما رو سر نکنن این کار سر کنید خیلی نکنید شما انشالله خیلی نیست شما بچه های با تفکر قهرمان خیلی باشید شاد برن سلامت